خب دوستان برسیم به MRI که خیلی ها بهش میگن MRI ولی MRI درسته. ببینید دوستان یادتونه گفتم CT اسکن بزنی سی رو بیارم. CT اسکن میاد دور تا دور این سیب میچرخه و CT اسکن معمولی اینجوری میچرخه ولی CT اسکن اسپایرال اینجوری میچرخه، سرعت میبره بالا و به نواحی هم اشعه نمیده و با ترکیب اون دو تا نواحی که بهش اشعه داده اون وسطش هم حدس میزنه. این میشه CT اسکن اسپایرال. فرقش یا میگن هلیکال یا اسپایرال با CT اسکن معمولی نه دیگه همشون اسپایرال. بعد عرضم خدمتتون که MRI هم همین کاری میکنه. شما باید توی CT اسکن روی تخت بخوابید، برید توی یه تونل، این تیوب بچرخه، این تخته بره توی تونل، دورتون بچرخه، اشعه بده، ازتون تصویر بگیره. اما توی MRI دیگه اینجوری نیست. شما میرین داخل تونل، این تونله در حقیقت یه میدان بزرگ مغناطیسیه. بر اثر این میدان بزرگ مغناطیسی یه اتفاقاتی تو بدن شما میفته روی پروتون‌های بافت‌های مختلفتون. بعد یه چیزی به شما وصله، یه کلی به شما وصله، یه موج رادیویی به شما میتابونن. اون موج رادیویی توسط بدنتون جذب میشه، دوباره بدنتون یه موج رادیویی از خودش ساطع میکنه، اون دریافت میشه و بر اساس اون تصویر گرفته میشه. این دیگه نسبت به CT اسکن خیلی امن‌تر هم هست چون از اشعه ایکس استفاده نمیشه و باز میاد برش به شما تصویر میده در هر مقطعی که بخواید. بازسازی میکنیم. اینجا هم رنگی داریم، اینجا هم ماده حاجب خودشو داره. این مارای رنگی بهش نمیگم، میگم با تطبیق ماده حاجب یا MR آنژیو. توی CT اسکن مثلا میگن CT آنژیو یا CT با تزریق. CT آنژیو زمانی که شما بخواید شریان‌ها رو بررسی کنید. MR آنژیو هم اینجوری شما بخواید شریان‌ها رو بررسی کنید. با تزریق زمانی که شما بخواید مثلا عروق وریدی کوچکتر اونا رو بررسی کنید یا مثلا دارو گرفتن مثلا خونرسانی یه بافتی رو بیاید بررسی بکنید، رو میگم با تزریق بی تزریق. توی MRI هم اینجوریه، با تزریق بی تزریق و MR آنژیو و MR معمولی داریم. خیلی پیشرفت‌های دیگه داریم، بررسی‌های سیستم عصبی داریم. عرضم خدمتتون که مثلا MR اسپکتروسکوپی داریم، بررسی‌های شیمیایی میتونیم بکنیم بدن مریض و خیلی موارد مختلفی. فقط بهتون گفتم که MRI میدان مغناطیسی، امواج صوتی، تصویر مقطعی و کاربردهای خیلی گسترده. CT اسکن عروق رو نشون میده با تزریق ماده حاجب، بافت‌های استخوانی رو نشون میده، اما بافت‌های نرم رو نمیتونه، مثل تاندون، مثل مثلا عضلات، مثل مثلا دیسکای بین مهره‌ای. MRI خاصیتش اینه چون از داخل بافت اطلاعات میگیره، از پروتون‌های بافت اطلاعات میگیره، میتونه بافت‌های نرم و تاندون‌ها و اینا رو هم به تصویر بکشه. تو CT اسکن و رادیولوژی معمولی قابل دید نیستش. خیلی گسترده است این MRI، ولی CT اسکن سریع‌تر، ولی MRI خیلی طولانی‌تره. اون صداهایی هم که توی MRI می‌ریم بوم 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 میشنوید به خاطر همون امواج رادیویی که داره میده به بدنتون، از بدنتون میگیره، یا به خاطر اون گرادیان هاست. یه سری گرادیان داره، گفتم که داخل میدان مغناطیسی هستیم. اوکی، نمیخوام بحث علمیش کنم، فقط میخوام ساده بگم که عموم مردم بفهمن. پس این هم شد از MRI. حالا علاوه بر اینها که شدن رادیولوژی، ما یه علمی هم داریم مثل پزشکی هسته‌ای. یه علمی هم داریم به نام رادیوتراپی. توی پزشکی هسته‌ای شما یه سری داروهایی به شما میخورونن، مثل